چرا آرایش میکنن خانم؟ مردا فکر میکنن که خانوما برای جلب توجه آرایش میکنن، ولی اصلا اینطور نیست. خانوما از دیدن زیبایی خودشون خیلی لذت میبرن، کاری که ما مردا اصلا نمیکنیم. من نمیدونم شما در روز چند دفعه تو آینه نگاه میکنی؟ بگین هر چند سال یه بار تو آینه. احتمالاً ما صبح که میریم مثلا دستورتون رو بشوریم، مسواک بزنیم، دوش بگیریم، تو آینه مردا خودمون رو نگاه میکنیم. ما آینه با خودمون حمل نمیکنیم، ولی خانم‌ها نشانشون یه آینه است با یه دونه به علاوه زیرشه. برای مردای سپر و یه دونه نیزه است. خب خانم‌ها از دیدن زیبایی خودشون لذت میبرن، این حس رو دارن. اما بریم ببینیم پشتش چیه، یعنی اون روانشناسی تکاملی کجا قرار گرفته. اون چیزی که تو آرایش عمومیت داره گونه، لب‌ها و ناخنه. خب قدیمیای ما بعضی وقتا با حنا این کارو میکردن. الان جدیدترها گونه رو قرمز میکنن، لب‌ها قرمز میشه و ناخن‌ها هم رنگ زده میشه. اینجا هم یه خطی اگه بیفته دیگه چین و شکن صورتو بیشتر. دقیقاً. این سه تا جا توی انسانی که سالمه و خونش اکسیژن زیادی داره و جوونه قرمزه. یعنی بدون اینکه خانم‌ها بدونند دارن به روش روانشناسی تکاملی علامت این رو تولید میکنند که من جوان و سالمم.